سلام بچه ها، من رامین هستم. به کانال رامین گیم خوش اومدید بچه ها. امروز اومدیم پارت 2 ساخت زمین فوتبال در ماینکرافت رو بسازیم. خب زامبی پارت دوم ساختن زمین فوتبال. ما بهتون گفتیم که باید اینا رو اینجوری دور میدان درست کنیم. حالا هم درست کردیم. اینجا دور میدان. من فکر کنم یه دور دیگه هم باید از این بکشیم روش، اینجوری. خیلی هم عالی. اینجا اینجوری و اینجا دوباره درستش کنیم. خب شاید بچه ها شما که دارین این ویدیو رو ببینید فردا این روز باشه، چون که امروز ایران خط نداره و نمیتونیم ویدیو آپلود کنیم. تو ایران اصلا اینترنت رو قطع کرده. شاید این وقتی که شما دارید این ویدیو رو میبینید اون روزیه که اینترنت دوباره برگشته. بچه ها، من کانال تلگرام زدم و تو اونجا میتونید پیام بدید و من میخوام فرنمکس باتون بازی کنم. هر کی میخواد فرنمکس بازی کنه PS بیاد کانال تلگرام که توی دیسکریپشن میذارمش. خب اینا رو هم درست کردیم. خیلی هم عالی. اینا رو هم درست کنیم. دیگه صدا هم زیادش کنیم. خب بچه ها حتما تو کامنت ها بگین که میشین چندم. بچه ها لطفا کانالمون رو سابسکرایب و لایک کنید. من براتون زحمت میکشم و
شما هم که حتی 3 ثانیه طول نمیکشه یه لحظه اون سابسکرایب رو بزنید کار تموم شه. من پارت به پارت درست کردن زمین فوتبال رو میذارم و شما هم حتما نگاه کنید. این دروازه فکر کنم خیلی کوچیکه. شاید تو پارتای بعدی دروازه رو دوباره درست کردیم. خب بچه ما اینجا رو تموم کردیم و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال منو به دوستاتون معرفی کنید، کانالمو سابسکرایب کنید، لایک فراموش نشه، زنگوله هم بزنید تا از باقی ویدیو من با خبر باشید. خب اینجا و خب بچه بر کورنر اینجا رو اینجوری میکنیم. اینجا کورنره، اونورم جای کورنر درست کنیم. اینجا اونور جای کورنرم بچه ها، اینو فراموش نکنید. ممنونم که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.